آیا میدونستید امام حسین برای جونش التماس میکنه روز عاشورا؟ بذارید ببینیم چه چیزایی رو مطرح میکنه. میگه به حساب زندش بذارن، میگه این کارا رو من در عوضش میکنم، یا به همون مکانی برگردم که از آن آمدم، یعنی برگرده به همون بیابانهای حجاز، یا دست در دستان یزید بدهم و بیعت کنم او پسر عموی، توجه کنید، پسر عموی من است. دیگه اینو ما نمیگیم که خود حسین داره میگه. و سومیش هم اینه، میگه که بذارید من برم سرباز یزید بشم، برم توی ایران مرزبان بشم. یعنی همون طبرستان، اینا خب همیشه درگیری داشتن با مردم طبرستان، مردم دلاور طبرستان، و میگه بذار من برم اونجا و به زنان ایرانی تجاوز بکنم. به طور غیر مستقیم داره میگه. اینا چه کار میکردن؟ میمدن توی ایران چه کار میکردن؟ یک انسانهای یاغی وحشی بودن که اصلا واسهشون مهم نبود. سوره نساء آیه 24 هم به صراحت نوشته شده، میگه به زنان شهدا تجاوز کنید. اینا هم کافران بودن. ویدیو رو بفرستید برای دوستان خودتون آگاهتر بشن، نذارید که این آخوندهای شالاتان و بی شرف از اینها سواری بگیرن. خاطر همین ما میگیم باشد که راستی بر دروغ پیروز شود.